حضور قلب در نماز این نیست که یه دعایی داشته باشه یادم بگین دعا رو بخونم حضور پیدا کنم. ببینید ما در 24 ساعت مشغول کارهای خودمون هستیم، افکاری داریم، بالاخره مشاغلی داریم. یک مرتبه بخوایم از تمام اینها یک دفعه منسلخ بشیم بگیم الله اکبر، این معجزه است و ما اهل معجزه نیستیم عزیز من. آدم یه دفعه بیاد از تمام افکار یک لحظه منسلخ بشه بگه الله اکبر، نه. پس بنابراین حضور قلب مقدماتش باید در روز فراهم بشه. البته بازم 100% تضمین نمیشه، بالاخره غیر معصوم بعضی رکعاتش شاید بی حضور باشه. نوافل را گذاشتم برای همین که فرمودن اگر در قسمتی از واجبات نمازهای واجب حضور قلب نباشد با بعضی از رکعات مستحب جبران بشه. اصلا نافله برای مقدس بازی نیست که، نافله برای جبران بی حضوری های نماز واجبه. بنابراین مقدماتش باید از روز حاضر بشه. یعنی برادران عزیز، خواهران، هر کس ذکرش در طول روز زیاد باشد حضور قلبش هم بیشتر میشه. در طول روز زیاد یاد خدا باشه و الا اگر چنون که در طول روز زیاد ذکر خدا نباشد، حالا ذکر قلبی یا لسانی همین صحبت ها که شبا داشتیم، شب البته اون وقت بخواد نماز بخونه یا روز نماز بخونه حضور قلب عرض شود کم میشه. فیض کاشانی رضوان الله علیه تشبیه کرده این افکار رو به مگس. تشبیه ها میگوید که اگر کسی شیرینی بخوره و ذرات شیرینی را نشوید بیسته به نماز مثال میزنه. مگس ها میان یکی بعد از دیگری، بعد میگه که بله مگس ها حضور قلبمون به هم زدن. ایشان میفرماید که ما با روح نشسته وای میستیم به نماز. تا بالاخره شیطان هم مثل مگس آدم میاد اون. توجه کردید؟ مثال خیلی مثال خوبیه. آقا هی میگه مگس ها به هم زدن. انشالله امیدواریم هممون انشالله موفق بشیم. یه صلوات بفرستیم.